دستگیری شما بهر بهبودی فعالیت ماست. منان احمد شیخ از کشمیر، هندوستان. یک بازی خیلی مشهور با نام PUBG موجود است، PUBG، که در تمام دنیا پخش شده ایستاده است و امروزها برای آدمان یک عادت و وابستگی شده است که همگان آن را همه روزه دوامناک بازی میکنند. ماشاءالله. به نزدیکی ورسیای نوی تجدید شده این بازی برآمد که در آن نفر باید بت‌ها را ستایش کند تا اینکه قوه سلاحش را زیاد کند. آیا بازی کردن این حرام یا شرک است یا اینکه باکی ندارد که مسلمان در این بازی بت‌ها را ستایش کند؟ سوالی به این مانند از عبدالله از نیو جرسی ایمیل داده شده است: آیا بازی کردن بازی‌های ویدیویی جایز است؟ من حالا به سوال دوم جواب میگویم و بعدا به سوال یکم. تا جایی که به بازی‌های ویدیویی مربوط است، در چند سال اخیر و در چند ده ساله چرخش است. من در یاد دارم من نورس بودم. ممکن 35 سال پیش تالاری بازی‌های ویدیویی بودند که در آن شما پول می‌دادید و چند دقیقه می‌توانستید ماشین رانید. پس آن نمودی بازی‌های ویدیویی که 35 سال پیش بودند، من نه اینکه مخلص آن بودم، اما چند مرتبه در حیاتم بازی کردم. خوب آن بازی‌ها برای دلخوشی بودند و در آن فکر می‌کنم هیچ مشکلی نیست. اما با مرور زمان امروزها ما می‌فهمیم که تغییرات رخ می‌دهد و دیگرگونی‌ها خیلی زیاد است. و وقتی که شما مقاله‌ها را آیدی بازی‌ها می‌خوانید، متأسفانه اکثریت این بازی‌های ویدیویی حرام است. سبب آن است که بسیاری از این بازی‌ها آمیخته چیزهای میباشند که اسلام منع کرده است. من به شما چند مثال میارم. برای مثال، بازی‌های هستند که در آن کشتار است و چقدر که شما زیاد آدم کشید، همانقدر زیاد خال میگیرد و میبرید. بعضی از کشتارها بیهوده و قتل میباشد و کشتار در اسلام شخص بیگناه را کشتن دومین گناه کبیره است در اسلام. بعضی بازی‌های هستند که جادوگری را ستایش میکند که سومین گناه کبیره در اسلام میباشد. بعضی بازی‌های هستند که اسلام را حمله میکنند و بازی میگوید که اگر شما مکه را بمباران کنید شما 1000 خال میگیرید و اگر شما مدینه را بمباران کنید شما 500 خال میگیرید. و بعضی بازی‌های هستند که جنگ دولت‌های غیر مسلمانی را با دولت‌های مسلمانی نشان می‌دهد و عادتاً دولت مسلمانی سست‌تر است و اگر شما بر دولت مسلمانی غالب باید شما بازی را میبرید. پس این گونه بازی‌ها اسلام را پست میزنند، تنقید میکنند و ضد رکن‌های اسلامند. همه این حرام است. بسیاری بازی‌های هست که در آن برهنگی است. امروز اگر شما بسیاری از این بازی‌های راندن ماشین را بینید، من در مقاله‌ها خواندم، در بین بازی شما زن‌های را می‌بینید که لباسی پوره ندارند. آنها با تهپوش می‌برآیند، آنها با لباس‌های شفاف می‌برآیند، بدن‌هایشان عریان. همه این حرام است. آنجا برهنگی است، دغلی است. حتی در ورزش هم شما دغلی را می‌بینید. با این یا آن راه برای مشهور کردن بازی‌های هستند که در آن قمار هست، بازی‌های هست که در آن مینوشی است. پس همه این چیزها حرامند. گرچنده که شما خود جسماً آن را نمی نوشید، اما ویرتوالی اگر آن تمام عمل‌های حرام را در بر گیرد، آن بازی حرام است. آن فرزندان را از اسلام دور می‌سازد. و متاسفانه والدین مسلمان‌های هستند که با خواست خود این گونه بازی‌ها را برای فرزندان می‌خرند. فکر نمی‌کنند که درست است یا خطا، فقط می‌گویند او نمی‌نوشد، چه مشکل است، او هیچ کس را نمی‌کشد، آن تنها در بازی است. این والدین در اصل فرزندان را از اسلام دور کرده ایستاده‌اند. آنها حیات او را خراب دارند. اگر کسی مسئول هم باشد آن والدین است. و امروز اگر آنها خواهند تا فرزندان را دور کنند یا خاموش کنند، با او تلفن موبیلی را می‌دهند تا اینکه شما می‌دانید فرزند با تلفن مشغول شود و والدین چه کاری که خواهند انجام دهند، کارهایشان را در شبکه‌های اجتماعی کنند. و چی شده ایستاده است؟ آنها تلفن را به طفل 4-5 ساله می‌دهند و خرسند می‌گویند فرزند من تلفن استفاده کرده می‌تواند. شما فرزند خود را خراب کرده ایستاده اید. چه چیزی در استفاده تلفن خوب است؟ او کلان شود لازم است خودش می‌آموزد. چرا تلفن موبیلی را به کودک می‌دهید و اجازه می‌دهید تا آن بازی‌ها را کند که زیادش حرام است؟ پس اگر شما بازی‌های امروزه را تحلیل کنید،
اکثریت آن موسیقی دارد. موسیقی در اسلام حرام است. هر گونه آوازها دارد. پس اکثریت این بازی ها اگر شما تحلیل کنید، اکثریت ممکن 80%، شاید زیاده از 90% یا از آن هم زیاد من تحلیل کردم بین مقاله ها، آنها به عمل های حرام میبرند، مستقیم یا غیر مستقیم. پس چنین بازی ها باید منع کرده شوند و شما کوشش کنید که فرزندان خود را از آن دور نگه دارید. تا آنجایی که سوال اول داده شده بود، آیدی بازی با نام PUBG شکل پررای PUBG است. Player unknown battleground. بسیاری آدمانی که آن را بازی میکنند شاید نام پررایش را ندانند. به هر حال من آن را بازی نمیکنم. من تنها برای آن خبرهایی که طی چند هفته اخیر خیلی زیاد آمدند، من آیدی تاریخ آن بازدید کردم. این بازی امروز یکی از مشهورترین بازی در دنیا می باشد. آن در ماه مارس سال 2017 آغاز یافت، زیاده از 3 سال پیش. نسخه آزمایشیش و نسخه پررایش ماه دکبر سال 2017 پخش شد، قریب 2.5 سال پیش. و تا آخر سال 2019 آن بلندترین شماره فروش را داشت. تا حال آن زیاده از 60 میلیون بازی را فروخته است و تنها در موبایل 600 میلیون نصب کردند. 600 میلیون بارگیری. به آن معنا که 8% اهالی دنیا آن را بارگیری کردند و در بین کودکان آن قریب از 3 تا را تشکیل می دهد. از کودکان تقریباً از 3 نفر آن را نصب کردند و در این بازی اساساً کشتار صورت می گیرد. چقدر زیاد کشتید همان قدر زیاد خال می گیرید. شما باید خود را حفظ کنید و اگر شما آخر نفر زنده مانید شما غالبید. این بازی در تنهایی با 1 نفر یا تا 100 نفر بازی کرده می شود. می توانید تنها بازی کنید یا با رفیقتان بازی کنید آنلاین، حتی در گروه 2، 3 یا 4 نفر. پس اگر گروه شما زنده ماند، گروه شما غالب است. این وابستگی است. و زیاده از این بازی ها، از آن جمله PUBG، آن انسان را از اسلام دور می سازد و آن حرام است. بغیر از این اگر وقت نماز باشد و از آن گوید کودک بازی را دوام می دهد، هیچ گپ نیست گفته و نماز را قضا می کند. یا اگر قضا هم نکند در آخر وقت می خواند، پیش از آن که نماز قضا شود. پیش از وقت نماز دیگر و نماز قبلی را می خواند. همه این چیزها انسان را از الله سبحانه و تعالی دور می سازد. این وابستگی نه تنها برای فرزندان مسلمان مشکلی آورده است، بلکه به فرزندان نامسلمان هم، تا اندازه‌ای که برنامه‌های ساخته شده‌اند برای دور کردن وابستگی از PUBG. اما سوال درباره ورسیه آخرین PUBG می رود که آن 28 اپریل سال 2020 پخش شده بود، چند ماه پیش. و در این ورسیه نو شخص باید بت‌ها را ستایش کند یا خود بت پرستی کند تا اینکه سلاح به دست آورد یا تجهیزات گیرد که دیگران را کشد. پس این به بلندترین زینه شرک میبرد. کشتار دوم گناه کبیره در اسلام است. شرک گناه کبیره در اسلام است. پس این البته کاملا حرام است. بغیر از دیگر جانب‌ها که کشتار، موسیقی و برهنگی هست، بت پرستی بزرگترین گناه است. آن بت پرستی را تبلیغ میکند. پس دقیقاً ما آن را باید بینیم و والدین سخت گیرند و نه تنها بازی PUBG بلکه دیگر بازی ها را ندهند. شاید باشند بعض دیگر بازی های حلال. دلخوشی این اگر شریعت را خلالدار نکند جایز است. شاید باشند بعض بازی هایی که در شریعت جایز است یا بعض بازی هایی که در دایره شریعت اند. اما بهترش از بازی ها خودداری کنید مگر آنکه انیق کنید که آن در دایره شریعت است و یگان رکن های اسلام را نمیشکند. من از والدین مسلمان خواهش میکنم تنبلی نکنند و این بازی ها را به آنها ندهند تا اینکه آنها کاری خودشان را به خلال انجام دهند.
شما حیات فرزندتان را ویران کرده ایستادید و حیات خودتان را نیز برای آن که یکی از راه‌های جنت رفتن برای شما این فرزند صالح می باشد که در حق شما دعا کند. پس این بازی پابجی البته حرام است و عاید این فتواها هم برآمده است و حالا بعد ورسی نو که در آن بت پرستی را ستایش می کند، از جمله بت پرستی، این کاملا حرام است و من از والدین مسلمان و فرزندان مسلمان خواهش می کنم که از آن دور باشند و آن را بازی نکنند. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم.